тарабхонаи бурак бо дуруду сипос маззаписандонро пазироӣ мекунад. ин ҳама муддат бо пешниҳоди лазизтарин анвои ғизо, хизматрасонии олидараҷа мо боварии шуморо ба даст овардем. аз ин ба баъд боз ҳам лазизтар ва болотару зеботар. бурак фазои комилан дӯстона. телефон барои фармоиш 99 999 2008. سیو در تاقچه نقش نگارای تاقچه سیو در تاقچه نقش نگارای تاقچه یک سو رهی خواه ولی یک سو باغچه گفتم رهی خواه ولی برم یا باغچه در باغچه مرا به چشمی چاره آچه چوپان بعدی رای پشتی مالا باشه توتی پسیال هم چو حولا باشه شهرهای کلان 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 غم دارند آدم ها تیما ها تی بالا باشه آدم ها تیما ها تی بالا باشه جان از خوالینگ سر کردن می رویم تا استانبول، میایم کابل، برمیگردیم به تاجیکستان. تو از من بودی و من از تو بودم تو یاری دیگر و من یاری دیگر تو از من بودی و من از تو بودم تو یاری دیگر و من یاری دیگر در عشق و عاشقی شاه و گدا نیست در عشق و عاشقی شاه و گدا نیست چرا عشقی منو تو نابرابر چرا عشقی منو تو نابرابر bu aralar durgunum nedensiz yorgunum üzgünüm adını unutma yüzden bu kadar mutsuzum üzgünüm adını unutma yüzden bu kadar mutsuzum بیای بیای که گذار دمی دست بیای بیای که دلدار رسیده است بیای بیای که گذار دمی دست بیای
بیای بیای که دلدار رسیده همه شرم و شوره که آوازم در آستانه که دیوانه دیگر بازی زنجیر عید است بیای بیای که گذار دمیده است بیای بیای که دلدار رسیده براو آفرین میکسی سه سرود پسندتان افتاد فکر میکنم صدا پسندتان افتاد و مطمئنم که آشنای نوک من نیست پسندتان میافتد امیر جان مرادов سراینده جوان مهمانی برنامه ما است سلام امیر جان سلامت باشین اکای ارزو میناداری خود رو به شما با اکای بحریدین میرسونم که ما رو شناس کرد که من هنر خود رو در برنامه شما و نوگفته‌های خود رو در برنامه شما پیشکش بینندگان گردونم. سوالی نخست چرا اینقدر شما بچه خوبید؟ چون که طبیعت هم خیلی علاقه سرخ شده در گناهایتان سرخی دمید. یک وقت من از یک انسانی بزرگسال پرسیدم که انسان ها چطور سرخ می شوند؟ به من بگوید. گفت که آخر شرم بدار خجالت بکش آدم سرخ می شود که حیا دارد چیزی که در تو نیست. ولی به هر نوع این سرخی شما نشانه فراست و حیای خیلی زیادی شما است. سلامت باشین اکا جان. گفتیم در ابتدای برنامه که از خوالینگ می رویم تا استانبول. ما چرا خوالینگ گفتیم؟ چون که در اول سرود خوالینگ خوندم برای که یکی از سرودهای زمزمه کردگی من است که من در قسم البومم سرود خوالینگ است که به مانند نهد ریز غزل من یک 6 مینوته سرود خوالینگ دارم. حالا هم شما در فکر آلبومت این آلبوم سازی ها پروژه های اصلی گذشته بودند حالا ساوندترک میسازند کلیپ میکنند پیشنهاد میکنند چرا شما اینقدر قفا ماندید؟ میدونم اکا راستی من نو شروع کرده شدم با دستگیری ها با حرکت های خودم با سرود با مهنت خودم نو باید کلیپ کنم تا حال من کلیپ الوهیده ندارم. ولی آلبوم سازی این مال اصلی گذشته است. دست بکشید ترانه ها رو دانه دانه پیشکش کنید ضبط بکنید میوزیک ویدیو تهیه کنید و پیشکش سازید. قدم دوم ترانه قدم سوم ترانه منتظر آلبوم نشوید. 10 میوزیک ویدیو که تهیه کردید این 10 میوزیک ویدیو خودش میتونه در مجموع یک آلبوم باشد. آلبوم بعد خودش تهیه میشود خود به خود با مرور زمان. بسیار خوب. از خوالینگت شما؟ نه من از دوشنبه هستم. سرود خوالینگ کمتر من درباره سرود خوالینگ به شما معلومات میرسونم. سرود خوالینگ یک روز با برادرها با یک دو برادر نزدیکی در لب دریا طرفی همین دوشنبینکا یک جا هستند. اونجا همچون مرا رنگی دودر فریاد کردند. اون برادرها از خوالینگ بودند؟ بله از خوالینگ. یکی از خوالینگ دیگری از فرخو دیگری از دنگره. بعد گفتن که من یک سرود در همینجا زمزمه کردم. ای مردمی کلاب مردانی بننگ در حفظ وطن دلیر چون شیر و پلنگ. بعد امیر رو گفت امیر جان یک بار امیر باغچه گو. بعد من امیر رو ای مردمی باغچه مردانی بننگ. بعد گفت من همین سرودی که ثبت می شود مهنت میکنی خراج من خراج مبلغش رو میدهم. بعد من از پس سرود شدم سرود رو برآوردم
و خیلی شنونده خود رو یافن همین سرود خوالین. اون برادرهایی که در لب دریا نشستند و شعر رو دیگرگونه کرده به شما پیشکش کردند و مبلغ دادند و شما ثبت کردید کی هایند؟ نامشون رو بگوید. یک اکای سنت، اکای امید و اکای نکروز. تشکر به آنها. تشکر. چون برای شما شانس دادند که صدای خود رو ثبت کنید و ثبت حرفه‌ای کرده پیشکش هوادارانتان شده. این ترانه رو من هم شنیدم، بسیار پسندم آمد. با همین اکتفا کردند، دیگر پول ندادند برای سرودهای من بعد؟ نه، بعد همین سرود خوالنگ ما حالا هم دوام دارد. با نزدیکی خوالنگ کلیپ کردید؟ نه. چرا؟ برای که نمیدونم ما که پول کلیپ رو هم گرفتن در کار بود، در همون لبی دریا پول میگرفتید، میوزیک ویدیو رو تهیه میکردید. کمتر من سستی کردم در سستی کردید. من میبینم که گوش چپ و راست شما شکسته است. همین پرده که در گوش است شکسته است. چرا؟ من اول صنعتکار نبودم اکای ارزو. از خردسالی من گوشتینگ میرفتم. بچه در مکتب ما رو هیچ که مقصد همین صنعتکار گفته اعتراف نمیکردن. بچه بیادب بسیار جنگ میکردم. بعد من بیادبی میکرد؟ بیادبی با معنی که بسیار جنگ میکردم. بسیار من هم با ورزش مشغول بودم و من اما با جنگجو مانند نیستید، هیچ طبیعتی آرام دارید. جنگ معنی که اگر یک ما رو مثال عصبی کنند با من گپ میزنم که اگر مثال زور باشی یک به یک بریم بزنیم، یک به یک ویدیوش هم هستم. بسیار ما جنگو کردیم، با ثبت ویدیویی هم دارم جنگو ما. بعد من یک تا نامزد با استاد ورزش دارم، یک تا از گوشتینگ یونان نیرومی و یک تا از روکاپاش نیبوی. در خردسالی من اون برخورد و جنگ ها رو ثبت نکردید؟ شما میگوید که ویدیوش هست. بله. بین ما همین همسیفا قطع می رفتیم. مثال اگر شما اونجا نورس باشید نمایش دادن چسب و تلاش نورسان ممکن نیست، موافق قاعده های یوتیوب و اصلا موافق قانونگذاری ممکن نیست و شما رو میتوانند برام پشت پنجره بعد ما با گیتار از پنجره داریم میگه سرود خوندن میگردیم. برای همین ما کوشش کردیم که یک روی خوبی انامین انسانی رو پیشه خود کنیم، از بد گفتاری، از دغل رفتن، از سخنان قبیح دست بکشیم و رو به سوی صنعت بیاریم. کمی هم باشد خاطر بینندگان، خاطر همین نفرانی که ما رو میشنون شاد شود، ما خرسند میشویم. یک سوال، سببی از چسب و تلاش از جنجال ها دست کشیدن شما چی بود؟ زیقی پدر و مادرم بسیار زیق میشیدن، بسیار اکام هم میدیدم. تا پلیس افتاد کارتون باره؟ نه، من ماجرا نرفت تا پلیس؟ یگان بار در پلیس من افتادم. حتی تو ناظر محل؟ نه هیچ وقت. من جنگ میکردم در اونجا هیچ که نمیدید، با جوی جنگ میکردم. لااقل با خانه اتون می اومدن؟ بله، با خانه بسیار زنکا می اومدن. چی میگفتن؟ بچه‌تون رو جمع کنید. جنگ که بچه گودکاشون هم میزدم. بعد بسیار اگروتام هم میدر اومدم. اگروتام همسایه وقتی همسایه یک تا همسایه داشتیم با من مبلغ میدادن که رفته قلمفور بیار، ما اگروت همسایه میچیندم میبردم سوماش در کیسم میزدم. این خیر. پس معلوم شد که چرا با یک نشست لبی دریا به شما پول دادن. خیلی هوشیار بودید، هوشیارتر از اونی که من فکر میکردم. اون همسایه میدوند که شما قلمفور رو همین طور کردید؟ نمیدوند. حالا میدوند دیگه. چیکار میکنید شما؟ بسیار حالتای در امیر جان باز کی رو فریب دادید؟ همسایه رو که فریب دادید؟ همسایه نفهمید که ما فریبش دادم، نه که من خودم رو فریب دادم. من خودم بسیار مهنت میکردم. همون میدکی من در میدکی همه کار کردگی من سیرک بازی میکردم. چند سال داشتید که قلمفور دوزیدید؟ میده بودم. من مکتب نمیخوندم. پشتی اگروتی همسایه ده قلمفور خوشرو بود. بعد یک روزی خیلی حالت هم شد که من چیندم سراسیمه بردم همون یک مسافت بود خویده کم قلمفور درم طوری سرم زد بوکی تیز نیست. با ما رفته اگرات شکسته دزوانم زده تیزش جمع کرده بود. دیگر رسید اگه چی شید خیلی میبخشن همون سویوی اگراتا
همسایه هنوز نمیدونن؟ همسایه نمیدونند. در همین شهر همسایه شما است؟ بله بله، ما در همین مایاکوفسکی طرف فابریکای شیرین در ما زندگی میکردیم. انا همونجا ما گودک بودیم، دورای ما گودکی مونده پیش دامده اگرود بودن، هر کس پامیدور میکاریدن، بودرینگ میکاریدن، هم کدوم چیزی میخواست همون میکاریدن. با مرور زمان همین چیزا نیست شد، از بین رفتن. در همون کار همین خیلی کاری خطاگی کردیم و از همون صاحبی، ولی من تا حال نمیدونم نام همون اگرات صاحبشون رو نمیدونم، نام همون زمیندار رو نمیدونم. همونجا زندگی میکنید؟ بله همونجا خیر زندگی. معلوم میشد میاد به پیشتون میگوید که جریمه‌اش رو پرداخت بکن. حتما پرداخت میکنیم با سرود. با سرود البته. امیر جان چی شد که از این همه گشت و گذار و از این همه شوخی و بازی ها دست کشیدید رو آوردید به موسیقی، یا اینکه از کودکی موسیقی در دل شما بود؟ از کودکی موسیقی در دل من بود. من خود درک نداشتم یا درک داشتم و همین کارو پیش خود نمیموندم. من خردسال بودم، مربی من میگفتن که مادر امیر رو گرفته با همین مکتب موسیقی برید. برای چی؟ برای که امیر جان داد میزند 19 کودک دیگر رو من آوازشان رو نمیفهمم. بعد همین استا من نمیخواستم. من از مکتب همین میانه که من رقم 37 رو ختم کردم نمیخواستم از همونجا روم، دوست شیناس نمیخواستم. همین کمی کردن موزیکالی میرات لطیف نمیرفتم. استا هم خیلی. من یک روز تماشا کرد تلویزیون، دیدم من از تلویزیون تماشا کردی ساده بودم. انا اوچام گفت که بچه جان همین سرود تیار کن، من بعد 5 سومون میتونم. 5 سومون هم خیلی نگاه کردم، سرودی استاد زاکی رشیدی بودم. بسیار سرود تا حاضر همون سرود در دل من هستن. از همون سرود سبب شد که من یک سبب تیار شدن شما سرود بود یا 5 سومانی اوچه؟ راستش رو بگید. 5 سومانی اوچه. برای که وقت ما همین ماروژنیک همون کانتر مثال این آفت از کودکی عاشقی پول بود. انا راستی همون سرود نه که همین میدونید که همین سرود من از یاد کردم، در همه جا خوندم همین سرود، نه که من یک بار همون استاد زاکی رشیدی رو از پیش دیدگی نیستم. تو همین حاضر حتی اجازه هم نپرسیدید؟ نه من کدام سرود بود؟ ای خدای مهربان رحم به حال مایان، ای خدای مهربان رحم به حال مایان، ای راهبری عمری ما، ای براری کاری ما، 100 خطا داریم خطا، 100 گناه داریم گناه، روزی محشر ببخشی ای خدا جانم خدا، روزی محشر ببخشی ای خدا جانم خدا. بهترین. زیادتر شوق دارید به ترانه‌های فولکلوری اتنوگرافی منطقه ختلان؟ بله من میتونم. من سرودی در ژانر 6 مقام جایزه دار هستم، در ژانر استرا دارم جایزه دار هستم و بسیارتر همین صنعت من مرا طرف سوی ختلون میبرد، سرودهای ختلونی. ولی یادم هست زمانی در اینستاگرام روی لایف آمدم من، شما پدید آمدید و ترانه ترکی خواندید. بله من راستی میدونین که از همجا چه حالت شده بود. من این برنامه شما را میدیدم و شعرهای شما را در همین سراینده‌های مشهور جمهوری که من میدیدم، راستی گپ خیلی هوس میکردم که اگه من یکم شعرم رو در شما نویسم، یکم برنامه قطعش میکنم. و همخیلی در روی دیوان ایستادگی تلفن رو گرفتم، شما در همونجا گفتین که نفرانی هستن که با من هم صحبت شوند. راستی خولو موی سر همخیلی چی من فکر کردم قبول نمیکنه. وقتی که یک کمی افیر قبول کردین خیلی کلولچه میبره تا وای پرسیدن همخیلی تلفن رو رفتم من موی سر همخیلی شونه نمیدونم چی خیلی من سوید نیست، همخیلی در روی دیوان پردورک شده. همخیلی سرودی ترکی خوندگی من همون لحظه عیادم نمیرود. از یادی من هم نمیرود. این سرود یادتون هست؟ سرودی که من در همونجا بله در روی لایف در بله. پیج من خوانده بود. بله میخونید؟
با گیتار. بله با گیتار. Biri vardı çoktan, izi kaldı kalpte, camımın damlasından duruyormuş orada, sanki bir düşmancasına. Sevemez misin, aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesine? Kanadım kırıldı bak, yağmurum ol ya yüzüme. Tükendim çok, yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Seni istersen yanalım o zaman. Gel artık, yok yüreği dokunan. Teşekkürler. Çok güzel. Teşekkür ederim. میدونم که در چند آزمون ها رفتید. بله. نتیجهش چی شد از این آزمون رفتن ها؟ از این هیجان، اضطراب، عشق، غمگینی، شادی، احساسات، نتیجهش چی شد از این همه دویدن ها؟ نتیجهش نمیدونم چی بگم، از نگفتنم نمیدونم چی. خیلی نتیجهش همین یک کنسرت هایی که چورابینی هایی که در حدود شهر دوشنبه می شود دعوت میکنن. چورابینی های مثال سطح جمهوری دا دعوت نمیکنن و ما چند بار سرود پیشنهاد کردیم، سرود ما رو نمیگیرن. بغیر اون است که من در جمهوری تاجیکستان چی آزمون جمهوریوی شده است، شهری جمهوری، در همه آنها من جایزه دار هستم و جایزه رو میگیرم. میگوین که به چون چرا شما در تمام چورابینی های جمهوریوی آزاد اشتراک کردن میتونه و پیشنهاد میکنیم نمیگیرم. عجب. چی پیشنهاد کردید که نگرفتند؟ من برای 8 مارس سرود پیشنهاد کردم در کاخ باربد. بسیار سرودا پیشنهاد کردم نمیگیرم. کدام سرود رو در 8 مارس روز بانوان پیشکش کردید بله. که نگرفتند؟ یک تا دسترخوان آچه جان. چه خیلی بود؟ دسترخوانی آچه جان دنانی گرمی، سرگردان شیده در احیاوی گرمی. مردم ها میگن آچت چی سرگردانه، این قده یا چه جانه خدی غرمی. ای دره کمرو انار آوردیمی، ای دره کمرو انار آوردیمی. انار جان اناره، انار جان اناره، انار جان اناره، انار جان اناره. عجیب. ترانه خیلی شیرینی، مردمی، سنتی، فولکلوری خیلی پسندم اومد. ولی نباید انتظار شوید که کسی شما رو در یک سال یک بار در 8 مارس دعوت کند. منتظر دعوت کسی نباشید. ترانه ها رو برارید، پیشکش کنید. اینترنت آزاد است، پیج بکشید، مخلصانتان رو جمع کنید. منتظر نشوید که کسی شما رو دعوت بکنه. من مطمئنم که بعد از همین برنامه شما من با قوی تر می شوم، با قوی تر شده ایستادم، سرود میکنم و باز با دستاویزه ها، با سرودای پر از مهر باز در برنامه شما میگویم. در خانه شما کسی هنرمند هست؟ نه. چند فرزندید شما در خانه؟ ما 3 بچه 1 دختر. 3 بچه 1 دختر. هیچ کس نمیسره؟ نه نمیسره. در امون نه در اولاد اوتگی نه در اولاد اوچگی. با شما چی میگویند؟ هنر رو سایقل اول نمیموندن، اول پدرم نمیموندن. پدر چیکار است؟ پدر سرتراش هستن، مادر دکتر هستن، دکتری اویلوی. نمیموندن. بسیار
میگفتن در کار نیست بچم مشق بعد که نه دیدن که من نمیشود یک روی در همین سرود آزمون رو رفتم پدرم میشتن قطعی مشق میکردن که همین سرود رو بخون همینجا چی میخونی همینجا چرا آخه در ابتدا گفتید که مادرتون 5 سوم داد که ترانه زاکی رشیدی رو اذیت کنید آماده کنید حضور میگوید که نمیموندن نه پدرم فقط نمیموندن مادرم میموندن در چی کنسرتی که من میرفتم مادرم مرا همراه میبردن ما قطعی مادرم همراه میرفتیم با روز شیدگی یک روزی که بسیار زندگی سخت خونگی ما گذروندگیم. چی زندگی سخت؟ مثال شرایط نبود شرایطی مثال ما رو به کنسرت بردن نبود او وقت ممتاز بود در تلویزیونی سفینه اکای طلبشو زنگ زدن که امیر جان مراد شما گفتیم بله گفتن که یک حصار هم سرودی شودروان استاد سپاهانی سعید رو من خونده بودم در همونجا گفته بودن ما شما رو دعوت میکنیم باور میکنیم من کاستوم بروگ نداشتم اوچم دندان تیلو را برده فروختگی کاستوم بروگ گرفتگی دندان تیلو رو کنده برده تیلو فروختگی وای ما در کاستوم بروگ خریدگن انم چین مرا پدرم گفتگن که نکنین این بچه را همون سر بویا شپالاق زدگی پیش از رفتن بله انا مادرم امی برقص رفته دندان تیلو را فروخته کاستوم بروگ خریدیم کاستوم بروگ سیاه بود با هم خشوری بود بعد رفتیم چورابینی را گذراندیم گیریم اومد امیر جون دوداری عزیزم قربانی نامت شبم سلامت باشین این نامی ما باز کدامی از من پرسان شدگی من گفتگیم که اوچه من توی میره در حضرت امیر جان زیارت میکنن همونجا در چون میزنن ما در کلوب تولد شدگیم اگریم ما خونگی ما یکمون کسی کلوب نیستن خطلون زمین نیستن من در همونجا تولد شدم انا رحمتی اکای مظفر مون خشتواری ما گفتن این بچه را امیر جان نام کنه به خاطر احترام روحی میر سید علی همدانی با گفتن حضرت امیر جان نام کنه بعد ما رو تولد کردن اومدن یک خونگه داشتن 3 خونگه گرفتن خونگی دختردار نبودن مادر من دختر تولد نکرده بودن دختر بعد از من خواهر بعد در همین اولاد کسی چیزی خرید شما این رو به نام خودتون علاقه‌مند نه مثال مادرم هم خیلی میگه بسیار بچه مبارکه بگذار همین خیلی باشد بگذار پای قدم شما همیشه نیک باشد هر کجایی که پا میمونید گل بشکفد بهار بشود سلامت باشید امیر جان زن دارید؟ نه والا چند ساله شدید؟ 24 من نمیدونم شاید من اشتباه کنم وقتی که شما میخندید فکر میکنم که دندانهای شما صنعی اند زده دندانها رو شکستید در جنگ ها بله دندانی صنعی مونده ده بله همین 3 دندان ما وقتی که مشقت میزنن کی زد بچه کوچک جنگ کی همین شوی سال نو بود یا روز پیش از سال نو یک 4 سال پیش در این مایکوس که گذشته سپتامبر که یک بچه هم خشتگی که نوگان اومدن یک هستن که یک نخست میزنن خیلی ناگهان میاد خیلی در اون طرف در طرفای مثال مایکوس که در طرفای دیگر هستن مکتب با مکتب جنگ میکنن ما از مکتب سیواف که بودیم بچهای 90 بودن درگیریم و بچهای مکتب 66 ما 66 مکتب با مکتب خصومت داشتیم همه رو توقع در همونجا دیدم قطعی با همراهی بچه عمکم بودم یک تا زدم دندان رو شکست بله شکست به دادگاه نرفتید نه بعد او ما 20 نفر دیگر اومدیم با وارد زدیم این کاری خیلی خطرناک است میگم که بعد ما اصلاح شدم پورا ازید نه دیدید وقتی که درباره همین ناعدالتی و جنگ و جنجال حرف میزنید حتی اسباب فریاد میکشد حتی ساز موسیقی اعتراض میکند اسباب طرف خودش میکشد که ما رو بگیره با من بمونه بله پرخوش و جنجال گروهی گاه ما میبینیم که سر میزند شما که این چیز را سر گذراندید به همین نسل نورس چی مصلحت میدید؟ به نسل نورس کلان انا همین فکر کور مایل فکر کردن همین خطا است که من در اصل بسیار جوره بازی هم خطا است که همین 3-4 جوره که در برات با عقل باشن
пешрафти кори туро хоҳанд доим дар бар бошанд кифоя аст. ҷанг, мисол шабнишинӣ бефоида, рафта ҷанг кардан, ин ҳамаш аз рӯи беақлии инсонӣ мешавад. чӣ фоида дидеду чӣ зарар? зарар саломатӣ дар зарари худ ҳамин пешрафти кори маро ақиб кард. фоида чӣ дидед? фоида ҳеҷ чиз. амирҷон биёд хайр аз ин фазои ҷангу пархош берун меравем, ягон тарона замзама бикунед. شامی عروسی تو شامی جدایی ماست این را باید بدانی تو این آخرین روزی ماست شامی عروسی تو شامی جدایی ماست این را باید بدانی تو این آخرین روزی ماست منم زی عشقت بمارم غم عشقت در سینه دارم شبا با یادی رویت ای نازنین خون زی چشمم میبارد با یادی رویت ای نازنین خون چشمم میبارد مرا چون قطره اشک زی چشم انداختی و رفتی تو همه نازنین قدری مرا نشناختی و رفتی مرا چون قطره اشک زی چشم انداختی و رفتی تو همه نازنین قدری مرا نشناختی و رفتی تو همه بی وفا تو همه سنگی تو همه بی وفا شامی عروسی تو شامی جدایی ماست این را باید بدانی تو این آخرین روزی ماست عجب دردناک. واقعا باور کردم که عاشق بودید. گپ سری رابطه می رود که شاید به همین ناکامی انجام یافت. چیست بگوید، تفسیر کنید. امین سرود شامی عروسی در دور مکتبی یک گلدختری رو نظم دیدم و بسیار امین به دل من همون دختر معقول بوده نظم دیده بودم که من باور میکنید در طول 4-5 سالی که من همون رو نگاه کردم نظم دیدم 2 بار سلام گفتگیم بسیار کوشش میکردم که با همون دختر اویله‌دار شوم و نشد. زندگی روزینه خطوبان روزینه دیگر از دست ما هیچی نآمد و به شوهر رفت. خیلی زندگی در پیش است. ناامید شدن در کار نیست. بله بله باز در آینده یکم اویله سالم برپا میکنیم. امیدوارم. خوب امیر جان میخواهم که زود ترانه انشا کنید. 1 عاشق شوید، 2 اویله برپا کنید، 3 و منتظر کسی نباشید در زندگی، 4 کارهایتان را خودتان پیش ببرید. ما در خدمت شما هنرمندان کاری میکنیم که آفریده های شما، ایجادیات شما همیشه پیشکش مردم بشود. سلامت باشید اکای ارزو. من مینداری خود رو به شما میرسونم چون که همین برنامه که در جای من تمام سراینده ها، تمام هنرمندان محبوبی همین تاجیکستان در همین جای من نشسته بودن و بسیار فخر میکنم که منم یکی از هنرمندان جوان در همین میزی کرسی با شما صحبت کرده شدم. این جایگاه شماست. شما سزاوارید که اینجا بنشینید. اصلا تخت هنر جای شماست. تخت بلند هنر جای شماست. شما حق دارید که در این تخت هنر نشینید چون که صدا دارید، مهارت دارید، هنر دارید. فراموش نکنید. سلامت باشید. قربانش.
میکنم.